معنی آیات صفحه 7 سوره بقره. و اگر این کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد، پس تن به قرآن مزنید و بترسید از آتشی که هیزمش مردم بدکار و سنگهای خاراست که مهیا شده برای کافران از قهر الهی. و مژده ده ای پیغمبر کسانی را که ایمان آورده اند و نیکوکار شدند، به یقین آنها راست باغ‌هایی که جاری است در آن نهرهایی و چون روزی دهند آنها را از میوه‌های بهشت گویند این مانند آن میوه‌هایی است که دادند ما را پیش از این در دنیا و هر میوه و خوردنی بر آنان بیاورند به یکدیگر مانند است و ایشان را در بهشت جفت‌هایی پاک و پاکیزه است و در آن بهشت همیشه جاوید خواهند زیست. به درستی که خدا را شرم و ملاحظه نیست در اینکه مثل زند به پشه و بزرگتر از آن، پس هر مثل که آرد آنهایی که به خدا ایمان آورده اند می دانند که آن مثل حق است و از جانب پروردگار ایشان آمده. و اما آن کسانی که کافر شدند میگویند چه مقصود خداست از مثل؟ بلی، گمراه می کند به آن مثل بسیاری را و هدایت می کند بسیاری را و گمراه نمی کند به آن مگر فاسقان را.